صحبت کردن جلوی تک تک شما دوستان بسیار کار دشواری است. همتون صاحب نظر و اهل فن هستین. به خاطر همین نوشتم گفته هام رو که وقت کمتری هم ازتون بگیرم. کمی هم به قولی ساختار نوشتنم آکادمیک نیست، یعنی برای اینکه احوالات از صبح تا به امروز رو در نظر گرفتم سعی کردم نکاتم رو در یک متنی که همراه با احساسم هست بیان بکنم. میگویند حواستان باشد زیاد روی زنان مانور ندهید. میگویند حواستان باشد تأکید کنید که زن بخش است، تمام نیست. میگویند انسانیت است که زنان را در بر میگیرد، پس خوبتر بدانید که زن ابزار تفرقه نشود. ملت را جایگزین کنید. یادتان باشد که نترسانید مبارزان راه را با تأکید بر زن. گوشهایم دائم این صداها را میشنود. باید عمیق شوم. چرا قلبم دست و پا میزند؟ چرا تمام خوانده های من از تاریخ زنان، تمام تجربه های زیستم صدای دیگر دارد؟ اما چطور بگویم در کدام قالب و زبان جایش دهم؟ با کدام کلمات آکادمیک و محافظه‌کارانه صدایت کنم که خراشی بر کسی نیاید؟ آخر میدانم کار تو این است که اگر لازم باشد تن، جان و روح را روی تمام زمختی ها میکشی تا کوچکترین حسی حتی از درد بر جانی نرود. طول میدهم، دنبال زبان میگردم. زبانی که برآمده از کیست؟ چرا زبانم را هم تصرف کردند؟ بگذار لحظه‌ای به چشمان مادرم نگاه کنم. زبان تو در این است شاید. نه نمیخواهم دستانم بلرزد. میخواهم صدایم مطمئن باشد. این بار میخواهم زن خودخواه این مبارزه باشم. آغوش مادرم را میگیرم و با همان زبان نگاه، آخر هنوز من هم از آن ساختار مرد سالاری زبانم را پس نگرفتم. پس با نگاه به چشمان زیبای مادرم و تمام زنان سرزمینم اطمینان میدهم که اگر بیاموزی حق خود را در قدرت، در سیاست، در اقتصاد، راحت بگویم از حلقوم تمام کسانی که میدانم چرا برایت عزیزند بگیری، نه فقط به خود، به همه بشریت خدمت کردی. اگر شانه‌هایت را صاف کنی، لکنت و ترس در زبانت نیاید، به نام زن تو زندگی و آزادی را به تمام انسان‌ها بشارت می‌دهی. از کجا میگویم؟ از تمام مبارزات مهربانانه تو در طول تاریخ که شانه انداختی، صدایت را به قلدری هایی که از قدرت صحبت میکردن قرض دادی و فضایت را به دستشان سپردی به امید اینکه شاید بتوانند. نه، من و نسل پس از من بگذار از پس این مرزهای زن خوب و مادر مهربان عبور کنیم و این بار با ادعای جهان بهتری ساختن، جهان بهتری رقم زدن، با صدای بلند فریاد بزنیم: زن، زندگی، آزادی. ما زنان ادعا می‌کنیم که حضور برابر زنان در قدرت و سیاست تنها راه شکستن ساختار مردسالاری مذهبی و سیاسی و معرفی راه و روشی جدید و به گفته خودتان انسانی برای رهایی از این مکافات است. راه حل چیست؟ زنان توانمند را به کمک می‌طلبیم برای معرفی،
تولید، برای به وجود آوردن مسیرهای سیاسی جدید خارج از گفتمان مرد سالاری، برای تولید فکر در فضای سیاسی رها و زنانه، برای شکستن ساختارهای مرد سالاری و معرفی خود به عنوان جایگزین مسیر سیاست زنانه. آنچنان که در تجربه بسیاری از فعالیت‌های فمینیستی می‌بینیم که با تشکیل احزاب فمینیستی، احزاب زنانه، تونستن این در واقع یک ترکی وارد بکنن به ساختار سیاسی مرد سالارانه. من به نظرم تنها راه این هستش که با پیوستن به فمینیسم جهانی، به جنبش زنان در سطح جهان، به معرفی و پیدا کردن راه حل‌های جدیدی در سیاست بپردازیم. من زودتر از 10 دقیقه شد. دکتر علی صادقی حرفای بسیار قدرتمندی بود. شاید خیلی از ما زنان